درود بر روح پاک شهدای امنیتی کشور و درود بر ملت غیور افغانستان. از آنجایی که شما در جریان هستین، بعد از سقوط جمهوریت و به کار آمدن گروه استبدادی طالب، نیروهای امنیتی در افغانستان باقی ماندن و فعلا هم که 1.5 سال از حاکمیت گروه استبدادی می‌گذرد، تعداد بیشمار نیروهای امنیتی در زندانهای طالب اسیر هستند و یک تعداد نیروهای امنیتی متاسفانه به گونه بیرحمانه و به گونه هدفی و به گونه انتقام جویانه توسط گروه طالبان همه روزه به قتل میرسه. شما شاهدش هستین که در آخرین مورد سرباز اسپیشال فورس به اسم ستار سیرت در راه کابل مزار شریف توسط گروه استبدادی بسیار بیرحمانه و در یک عمل انتقام جویانه به شهادت رسید. ما از اینجا باید به سمع گروه استبدادی طالب برسانیم که نیروهای امنیتی بجز اینکه مسئولیتشان در برابر مردم افغانستان و در برابر حکومت و در برابر خاکشان انجام دادن، جز این کار دیگری نکردن. نیروهای امنیتی کشور ما در هیچ معادله و در هیچ معامله سیاسی کشور دخیل نبودن و نیستن. لطفاً دستبردار شوین از اعمال انتقام جویانه تان. نیروهای امنیتی کشور بجز این که آمدن از خاکشان دفاع کردن، از تمامیت ارضیشان دفاع کردن، از ناموسشان دفاع کردن و از هموطنشان دفاع کردن، جز این کار نکردن. خواهش ما از طالب هرگز نیست، فقط ما چیزی را که امروز ما در ویدیو خواستم بر سهم شما برسانم و این کمپاین که ما را اندازی کردیم، دوستای ما که در سهم گرفته، فقط ما از جامعه جهانی خواهش داریم که بالای گروه استبدادی طالب فشار وارد بکنن تا دستبردار شوند از کشتار نیروهای امنیتی و آنچه که نیروهای جامعه جهانی راه حل میدانه برای نجات جان نیروهای امنیتی، لطفاً دست به کار شوند. یونما، سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که حامی حقوق بشر هستند، خواهش ما از تمام این نهادها ای است که دست به کار شوند و بالای گروه استبدادی طالب به هر طریقی و به هر شکلی که شده فشار وارد بکنند تا دست بردار شوند و نیروهای امنیتی که فعلا در اسارت هستند و در زندان طالب هستند به زودی از زندان آزاد شوند و ضرری برشان وارد نشود. ممنون از همه شما.